سلام علیکم و رحمت الله برادران و خواهران نهایتا معزز و محترم. ما از سببی که در ماه شریف رمضان قرار داریم تصمیم گرفتیم که قرآن هایی که به طریق روشکه میخوانند، قرآن های الکترونیک در ماه شریف رمضان پیشکش برادران کنیم. زیرا ذات اقدس الهی در سوره مبارکه بقره در آیه 185 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. و حالا ترجمه این آیه مبارکه را از طریق یکی از بهترین مفسران ان شاء الله که میشنویم به ترجمه دری. ماه رمضان آن است که در آن قرآن نازل شده است، هدایتی برای مردم و دلایل روشنی از هدایت و فرقگزار بین حق و باطل. چون کسی از شما در این ماه مقیم باشد آن را روزه بگیرد و اگر کسی مریض یا به سفر باشد و روزه را خورده باشد پس تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیرد. خداوند برای شما اراده آسانی را دارد و اراده دشواری را ندارد و تا تعداد روزهای روزه را تکمیل کنید و به خاطر که خداوند شما را هدایت کرده است او را به بزرگی یاد کنید تا باشد که شما سپاسگزار شوید. البته برادران قابل شکر است که ما و شما باید شکرانه کنیم ذات اقدس الهی را که ما و شما را مسلمان آفریده است. و همچنین برادران و خواهرای عزیز این قرآن ها در دو شکلند، هم در شکل سیاه است و هم در شکل زرد که هر دو دارای ترجمه دری هستند. ترجمه دری فارسی، ازبکی، روسی و همه زبان قریب که هستند. ان شاء الله قرآن ها میتونه ان شاء الله دسترس کنه خانه که در ماه شریف رمضان حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که هر یک عمل نفلی ثواب فرض داره و هر یک فرض 70 درجه ثوابش بیشتر است از فرضی که انسان در غیر ماه شریف رمضان انجام می‌دهد. و اگر شما برادران و خواهرای عزیز نمیدونید که این گونه کتاب‌های قرآن شریف از کجا دسترس کنید، ان شاء الله که در پایان نوار بچه‌ها رقم‌های دکان رو می‌نویسند، در واتساپ نویسه بچه‌ها برای شما معلومات مفصل‌تر ان شاء الله می‌دهند. آن گل به گل و گل به گلستان مزه می‌ده، اندر رمضان خواندن قرآن مزه می‌ده. خوش به حال آن نفری که قرآن می‌خواند در این ماه مبارک. بارک الله.